سلام، مریم هستم. آشپزخونه من خوش اومدید. امروز قراره کنار همدیگه شیر برنج درست کنیم. برای شیر برنج این دو نکته که میگم رو حتما باید رعایت کنید. اول اینکه اگر شیر پرچرب استفاده کنید شیر برنجتون خیلی خوشمزه تر میشه و اینکه حتما از برنج ایرانی و نیمدانه استفاده کنید. تو طول برنامه نکات دیگه هم هستش که من به شما میگم. بریم ببینید که چی نیاز دارید برای شیر برنج. برای شیر برنج به ازای هر نفر نصف پیمانه برنج استفاده میکنیم. من برای 2 نفر دارم درست میکنم، از 1 پیمانه برنج استفاده میکنم. من برنج نیمدانه نداشتم، خودم برنج رو با گوشت‌کوب برقی نیمدانش کردم. اگر شما نمیخواید این کارم انجام بدید، تو حین پختم وقتی حالا بهتون میگم که کجای مرحله کدوم قسمتش میتونید برنج رو یه مقدار بکوبید که حالا اون حالت نیمدانه پیدا بکنه. من دارچین استفاده میکنم، 2 تا از 2 چوب دارچین استفاده میکنم، 2 عدد هل استفاده میکنم، شکر 1/2 پیمانه استفاده کردم، همینجور گلاب هم 1/2 پیمانه استفاده کردم، 50 گرم کره استفاده میکنم. از شیر هم فکر میکنم 3 پیمانه قرار استفاده بکنم و 5-6 لیوان هم آب برای شیر برنجمون هستش. بریم با هم غذا رو آماده کنیم. اولی کاری که میکنیم ما برنج رو اضافه میکنیم. چهار 5 لیوان من آب بهش اضافه میکنم. خب چوبه دارچین رو هم اضافه میکنم بهش. هل رو هم اضافه میکنیم. برای هل که عطر بهتری داشته باشه توی غذا یه مقدار من اینجوری سوراخ میندازم توی هل و اضافه میکنیم به غذا. اینجوری. یک مقدار خیلی کم هم نمک اضافه میکنیم. فعلا حرارت رو بذارید زیاد باشه که یه مقدار آب به جوش بیاد، بعد از اون حرارتش رو کم میکنیم. یه نکته مهم دیگه من بگم برای شیر برنج، اجازه بدید برنجتون کامل بپزه، پخته بشه و بعد از اون شکر رو بهش اضافه کنید. اگر حالا قبل از اینکه برنج به اون صورت پخته باشه شما به شکر رو بهش اضافه کنید، دیگه برنج اونجوری که میخواید نرم در نمیاد. نکته بعدی که برای شیر برنج باید رعایت بکنید اینه که گلاب رو اول کار نباید بدید. گلاب باید آخر سر به شیر برنجتون اضافه کنید. برای شیر برنج سعی کنید که دارچین رو حذفش نکنید اصلا، چون خیلی توی طعم شیر برنج تاثیر داره. کفایی که روی برنج اضافه میشه رو من میگیرم. برنجتون هم مرتب باید هم بزنید که یه موقع ته نگیره. در قابلمه هم اصلا به هیچ عنوان نباید ببرید. اگر آبش کم شد میتونید بهش آب اضافه کنید، اما به هیچ عنوان از آب سرد استفاده نکنید. به جای هل هم میتونید از عرق هل استفاده کنید، اما اون رو باید همزمان با گلاب، زمانی که گلاب رو بخواید اضافه کنید هل رو هم اضافه کنید. در هر صورت فرقی نمیکنه. اگر هل رو هم استفاده بکنید، من در نهایت وقتی که شیر برنجمون آماده میشه هم چوب دارچین در میارم هم هل در میارم. بعضی شیر برنج رو با نمک میخورن، بعضی دوست دارن شیر برنج رو با همون شکر با طعم شیر. من خودم با نمک دوست دارم. اما اگر نخواهید از شکر هم استفاده کنید، میتونید از نبات استفاده کنید، از عسل استفاده کنید.
یا حتی حینی که دارید آماده میکنید شیر برنج رو چیزی بهش اضافه نکنید و موقع سرو کردن بعضیا شیر برنج رو دوست دارن با مربا سرو میکنن. یعنی طعم دهندهای خاصی داره. شما حالا اگر نمیخواید از شکر استفاده کنید میتونید هر کدوم یکی از اینا رو هم جایگزین کنید. اگر هم که نمک هستش که بازم اونو بعد از غذا با حالا هر کسی دوست داره میتونه نمک رو هم به غذاش اضافه کنه. توی این مرحله اگر دوست داشته باشید میتونید که خلال بادوم هم بهش اضافه کنید، اما من اضافه نکردم. برنجمون تقریبا داره آماده میشه. خب ببینید الان برنج کاملا پخته. الان وقت این رسیده ما شکر رو بهش اضافه کنیم. همش میذاریم که شکر کامل پخش شه. حالا اون 3 لیوان شیری که گفتم رو اضافه میکنیم. شیر رو هم میزنیم. وقتی که شیر یه جورایی به جوش اومد، این حالت حباب مانند یا قل زدن اونجوری شد، گلاب رو من بهش اضافه میکنم. عزیزانی که دوست ندارن با شکر این غذا رو میل کنن، اون مرحله که من شکر رو ریختم اضافه کردم، شما شکر رو اضافه نمی کنید و به جای اون همون لحظه شیر رو اضافه میکنید و شیر برنج ما آماده میشه. بیس اصلی شیر برنج همینه. دوست دارن که شکر رو اضافه کنن، این میزان شکری که من استفاده میکنم رو بیشتر نکنید، چون که شیرینیش به نظرم همین حد اندازه است. اینجا رو ببینید وقتی که برنج به این مرحله میرسه، تو اینجا شما میتونید که برنج رو بکوبید، دیگه دست خودتونه. اما من به نظر من در حدی که بافت برنج هم حفظ شه شما این کار رو انجام بدید. خیلی دیگه له نکنید برنج رو. بعد از اینکه شما شیر اضافه میکنید خیلی مراقب باشید که سرریز نشه. حتی میتونید که یه قاشق چوبی بذارید توی ظرفتون بمونه که از این کار جلوگیری میکنه. اما خب چه بهتره که بالا سر شیر برنجتون باشین، چون شیره دیگه، در هر صورت ممکنه سرریز شه. شیر برنج هم میزنیم که یه مقدار غلظت پیدا کنه و شروع به قلقل کردن. اونجوری که شد من کره رو بهش اضافه میکنم. و برنجم که پخته شد یه مقدار اون قابلم براش کوچیک بود، عوضش کردم. شما دیگه از همون اول سایزی که میدونید رو استفاده کنید که مثل من دوباره کاری نشه. الان شیر برنجمون به اون غلظتی که میخواستیم داره میرسه. حالا من بهش توی مرحله کره رو اضافه میکنم. همش میزنیم که کره توی کل شیر برنجمون حل بشه. بعد از این شروع به حباب کردن که میکنه، قل میزنه، وقت اون میرسه که ما بهش گلاب رو اضافه کنیم و بعد از اون شیر برنج ما آماده است. کم کم شروع به حباب زدن کرد. یک کوچولو دیگه من بهش گلاب رو اضافه میکنم. گلاب رو اضافه میکنم. ده دقیقه دیگه شیر برنج ما آماده است. 1 دقیقه دیگه شیر برنج ما آماده است. من گفتم که از الان هل و دارچینی رو از توش در بیارم.
که فراموشم نشه بعدا. ببینید شما حالا از یه دارچین مثل من از این ریز ریز استفاده نکنید، یه دونه استفاده کنید که راحت تر بتونید پیداش کنید. شیر برنج ما آماده شد. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، خوشحال میشم چنل ما رو سابسکرایب کنید و در آخر اگر دوست دارید برای ویدیوی بعدی بهتون خبر داده شه اون زنگوله رو هم بزنید. خیلی دوستتون دارم.